الله علیه و سلام سوال کردم که محبوب ترین انسان ها، محبوب ترین شخص ها، از همه دوست داشترین مردم در نزد پروردگار کیه؟ واقعا سوال های اصحاب ما و شما بارگه ورق بزنیم تعجب بدن که فقط از چیزهای سوال میکردن که به شما فایده داشته باشن. سوال ها اگر که بعضی علما میگن سوالی که جوابش فایده ثواب نداره همون سوال خودش گناه های، یعنی که هر سوالی که جوابش برای تو یگان ثواب نداره همون سوال خودش سوال بی‌معنیه. یعنی که سوال رو نگاه کنین میگه از رسول الله پرسیدن که محبوب ترین انسان در نزد خدا کیه؟ این کار هم اونها میپرسیدن از همون طایفه همون مردم میشیدن و یا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که احب الناس الی الله تعالی انفعهم للناس، محبوب ترین انسان در نزد پروردگار همون شخصی هسته که فایده هاش بسیار به مردم خلق خدا میرسد. یک انسان اگر چقدر فایدهش به مردم برسد، یاردمش به جامعه برسد، فایدهش به خلق خدا، مخلوقات خدا، حتی به یک موجودات فرق نداره، یا زمین آب میموند یا یک زراعت میکنه یا یک درخت میکارد، حتی ببینید که یک حیوان تشنه را آب میتیه همون براش فایده دارد. من انسانی بهترین در نزد پروردگار میشه. محبوب ترین شخص در نزد خدا همون انسانی هست که فایدهش به مردم زیاد میرسد. گفتن شنیدیم و دانستیم که محبوب ترین انسان شخصی بوده که فایدهش به مردم بسیار میرسد. اگه برای ما خبر دیدین که خبر تیه که محبوب ترین عمل در نزد خدا چیه؟ کدام کار ما بسیار کنیم که خدا همون کار را دوست می‌دارد؟ حضرت گفتن سرورون، خوشحالی، خرسندی تدخله علی المسلم، اون خوشحالی و خرسندی که در قلب و خاندان یک مسلمان تو می‌داری. یک مسلمان غم و اندوهش مشکلاتش از خانهش دور میکنی. یک انسان مسلمان بیچاره در این زمستان مثال بگیریم پری برق سپاریده نمیتواند. شما میدونین خیلی که کوفته اگر بکنین میوینم میشیزه چه خیلی که برامون در کارشو پول کوفته میریم از کجاها خرج میکنیم، شما خواب نمیریم، کدام کیلومترها زیاد میریم و راهشو میویم که تا که پول کار کنیم. همه دل یک انسان اگر بخوای خرسند کنی میتونه که یک انسان که مشکلات دارد یا غم دارد سبب غم همون رو از بین بردن شوید در قلبش یک خرسندی رو داره اما خودش میشود قلبی مسلمان خرسند و خوشحال. میگه قلب یک مسلمان غمزده رو خرسند خوشحال کردنه. دویم گفتن محبوب ترین عمل در نزد پروردگار اینه که تکشف عنه کربتن، یک مشکلات و مشقتی از بالای یک مسلمان گرفته دور کردن است. یک انسان میتواند که نه فقط با پول حتی با یک زنگ تلفن مشکلات یک مسلمان برطرف سازد. کارها میشود مشکل انسان برطرف کردن. گفتن تطرد عنه جوعا، یک گرسنه را طعام دادن، گرسنگیش از بین بردن، طعام دادن یک گرسنه بیچاره. گفتن تقضی عنه دینا، یک انسان قرض داره سبب شو قرض پرداخت کنه. ببین خدا در قرآن در سوره بقره میگه و این کان ذو عسرة فنظرة الی میسره، اگر قرضدار شما قرض دادن نتونست بسیار مشکلات دارد، تو خدا ثروتمند کرده، تو خدا رزق فراخ کرده، تو همو قرض اگر ببخشی بسیار کاری خیری برای تو است. اگر بدونی نیست ماست انسانی که قرض داره دیدی که نمیتونه یا خونک داره دیگه چی نداره، تو مجبور شده برای مال دنیا شده او را مجبور نکه که از همون خونش هم بمانه و رفته در یه جو مثلا در بدر زندگی کنه. یا یک اویلی کلان داره اگر خونش فروشه رفته در یک خونه میدهک زندگی کنه که بالای سری باید یا مشقتی مشکلات بیارید. مگه روز قیامت انسان ها در زیر ساره های قرضاشون زندگی میکنن.
آفتاب آنها را نزدیک نمیشود، زیرا که انسان ها قرضدار بودن. کدامش میدونست که بیچاره دادن نمیتونه، او را حتی به مهلت دراز میداد یا اینکه میبخشیدش، یا میگفت صدقه خیر حسنه، قرض حسنه. و قرضهای حسنه از صدقه دادن ثوابش بسیارتره. یک انسان را قرض میتی، از او امید یکون چی فایده گرفتن نمیکنی. میگه کدام وقتی کار رو بود چی با پول ما بیارو بودی. هر سومانی وای با 18,000 میشود. با 18,000 شده همه که نامی اعمال ثواب رفتن میگیره. چقدر اجرهای زیاد داره. حضرت با گفت که ولا ان امشی مع اخی فی حاجتی احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا. او اگر یک برادرم بدونم که مشکلی داره، بخیز مجموع برام با همراهی وای کاری هم مردک بود کنم، یاردمش کنم، یک خوشحالی خرسندی در قلبش بود رو یک قرض داره سببشون قرض یا مهلت زیاد بگیریم یا که قرض پرداخت کنیم، یا بیماری داره رفته بیماریش خبر میگیریم، پول یاردمش میکنیم، پول نداره دارو خرد. خب برای من مشکلات یک برادر مسلمان و حاجت وی را برآوردن بهتر است از اعتکاف یک ماه در مسجد خدا. حضرت گفتن یک ماه اگر در مسجد اعتکاف بشینم کو ای برای من محبوبتر همه عمل است که یک انسان پیش میاد که کاری من بود کو من میرم کاری وی را بود میکنم، ثوابش بیشتر و بالاتر است. حتی بعضی از دانشمندان میگن که شما فکر نکنید فقط داد خدا، نعمت خدا، این پول است و مال است و زواد است و فابریکه خانه و در این چیزا نیست. میگم بهترین نعمت از جانب خدا میدونی چیه؟ یک انسان پیشت میاد کارش در تو میغلطه، میگه که همین کار تو بود کدام میتونی همین کارو بیا برام یاردم کن برای ما، همین را همچون مال دنیا قبول کن، از این زیادتر قبول کن که چرا خداوند در قلبی وای پیش تو رو انداخت که میلیون آدم چرا نزد تو اومد. فهمیده میشود انسانی که کاری بنده خدا رو بود میکنه خدا او رو دوست میدارد. خدا گفت پیش دوستی من بره، دوستی من کاری تو رو بود میکنه. وقتی یک نفر پیش اومد تو همین قبول کن که خدا تو رو دوست داشتگیه. ولی الان گفتم که محبوب ترین انسان در نزد خدا همون نفری است که مردم دا یاردم میکنه، یاردمش زیاد به مردم میرسه. یعنی که وقتی شما سبب یاردم کردن، سبب مشکلات برادرای مسلمان از بین بردن، سبب آزادی مردم میشوید، فهمیده میشود که با همه حدیث پیغمبر دلیل و حجت است که خدا تو را دوست می‌داره، تو محبوب ترین انسان در نزد پروردگار. علما چند تقسیم بندی کردن، گفتن انسانیت به سه طبقه تقسیم میشود. گروه انسان‌های هستند که از خوبی و نیکیشون هم در زمین آنها را میشناسند، هم در آسمان آنها را تعریف میکنند میشناسند. اینا البته پیغمبرها، اولیاها، بندگان صالح، انسان‌های مؤمن کامل با تقوا هستند، زیرا در زمین هم مردم اونها رو دوست می‌دارن، زیرا ایوای ضرر نمی‌بینن، کمبودی نمی‌بینن. ببینید و برای چی در آسمان میشناسن؟ زیرا که فرشته‌های رحمت برای هر یک عملی ما را پیش پروردگار بودن. میدونید چقدر اینها خرسند میشوند وقتی رسول الله نماز بخواندن سمع الله لمن حمده گفتن، یک از گفت ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. همین گفتن بعد نماز دادن گفت همین دعا و تسبیح کی گفت؟ بعد او خاطرش گفت شاید من نادرست کردم ولی جنجالو میکنه. دیگه بار سوال داد بگفت که رسول الله من بودم. گفت تو میدونی؟ گفت ای خرسندی را گفت از خرسندی را ملائکه بالای یکدیگر گفت نمیدونن این ثواب به پیش خدا چه خیلی ببرن، چقدر اجر ثواب زیاد داره. همین سبحان مثلا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، چقدر اجر و ثواب داره. یعنی میخوای فرشته ها یعنی خیر و خوبی ها را کو صدقه ها را همش بالای یکدیگر پیش پروردگار میبرن. اینو کسی که صاحب این محفل مبارک است، یا صدقه میتونین، نماز بخونین، قرآن بخونین، ذکر بگین، پدر و مادرتون خدمت میکنین، همسایه خدمت میکنین، خوب هر عملی خوب میکنین، فرشته‌های رانخ پیش پروردگار میبرن. چقدر با آسمانی‌ها شما رو دوست نمی‌دارن، چقدر بنده های صالح خدا رو آسمانی‌ها دوست نمی‌دارن، برای که از اینجا فقط عمل خوب صعود میکنند، بالا میروند. گفتن گروه از انسان‌های هستند که فقط در زمین آنها را میشناسند، اگر در آسمان هم شناسند به نفرت میشناسند شونا، با دعای بد، به مثل فرعون، به مثل قارون، به مثل نمرود،
و مثل هر کسی که به مثل اینها دائم بر ضد خدا و بنده های صالح خدا، ظالما، متکبرها، انسان های فاسق و فاجر، اگر شناسم شم اینها را به بدی میشناسم. حتی در وقت مرگشان هم خدا قبولش نمیکرده. در حدیث بخاری که وقتی میمره روحش میبرن در داخل یک چی پیچونده بوی بد کرده، میگفتن فلان بنده تو آورده، میگفته که این مرا خدایی ما قبول نکرده بود، برین در خانه قبر عذابش کنید، روانش میکنه به سوی خانه قبرش. اما صحیح طایفه گروهی هسته که خدا اونها را میشناسه و ما نمیشناسیم. بسیار وقت از این خطای کلان میبینیم، بسیار وقت خطاگی کلان حسابی ما میشود، زیرا ما دوست خدا را در بین بنده های خدا شناخته نمیتونیم. او دوست خدا، اولیای خدا یگان علامات نشانه مخصوص ندارد که تو او را بشناسی. برای احتیاط کردن نکن. رسول خدا علیه السلام میگه رب اشعث و اغبر مغبون ابوابه لاقسم علی الله لابرها، او کما قال رسول صلی الله علیه و احتیاط کنین. میگن گاه همیشه یک سوال کننده طلبنده در نزد در و ماشین شما، خانه مغازین شما پیدا میشه. صورتا میبینید موهای جلوده دارد، روی خوب ندارد، لباسهای زیبا هم ندارد و در قلب شما شیطان او را بد نشان میدهد. میگه اگر هر دعای در نزد پروردگار کند حتما او را الله قبول میکنه. داری بتش نداری به خوبی گسلش کن. تو نمیدونی بس او صورت کی آمده است. ولی گفت رسول خدا اگر این دعا بکنه دعا قبول میشه. میگه در زمان حدیث مسلم دم، حدیث بخاری دم است، یکی از زنها به نام المرأة سوداء، یک زنی سیاه پوست، ولی ما بعضی وقت هم خیلی شوخی خطی هم میگیم این جوگی زنگیه، این جوگی چه که ما مثال اون فرزند تای نویره تای همسایه سیاه پوسته باشه، همه خیلی بعضی ها با تحقیر نگاه میکنن، پسند نمیکنن. ولی دانشمندا از حدیث پیغمبر میگه شما با همراهی شخصایی بشینین که همه به مثل شما دورنده باشن یا از شما پستر باشن. اگر به همه ششتین فایده های زیاد میگیره. اینا فیض دارن، اینا برکت دارن و حتما اون نعمت های خانه و در و ماشینه که خدا برای تو داده به قدرش برسی. لیکن وقتی شما با میلیونرها و میلیاردرها میشینین، یک ساعت فقط در بالای زواد و فابریکه و میلیون میلیارد میره، نه فیض دارن، نه خوبی دارن، نه هیچی. حتی به درجه بنده ناسپاس میشوی که میلیون آنها رو میبینی ای خدا تو را دادگی دیگه شکرانش به جا نمیاری. چی ضرر دارد یعنی با آنها شیشتن؟ ضررش اینه که به قدر همین نعمت های خدا دادگی نمیرسه دیگه ناشکری میکنی. بچه این خیلی ماشین قیمت داشته، خانه خوب داشته، من ندارم. میگفتن یک زنی سیاه پوست کنیز بوده، سعیدش او را عهدنامه و شرطنامه کرده بوده، کتابت کرده بوده تو فلان سال تو در من خدمت بکنی و تو آزادی. وقت هم خیلی عهدنامه میدادن در دست کنیزا. وقت ساعتش نزدیک شدن گرفته، ساعتی همون بود میشه و تمام موقعی. خیر روزهایی که نزدیک شد، یک روز دو روز مون بعد مهلت که بود شد، آمد پیش سعیدش گفت اینا عهدنامه من تو با همین روزا بوده، من کنیز شما، اگه من بعد من خواهش دارم اگر شما خواهش من رد نکنین، من یگان جای رفتن ندارم. من نه خانه اداره دارم زندگی کنم، من خیش و تبار دارم، نه پول و مال دارم. من اگر خونه شما رو در کجا زندگی میکنم، من خواهش دارم که من در همین خانه شما بست و من قبول کنید، همچون خادم و خدمتگار در خاندان شما. پول در کار نیست، همه که جای خواب و خوراک کمپتنت ایشید تمام. میگه قبولش کرد، گفت بسیار خادمه خوب بودی، یگون کم بودی من شما ندیدم، چند سال خدمت کردی، احسن که نه خیانت کردی نه ضرر دادی، من قبولت میکنم. گفت مایر صاحب خانه میگه دختری ارکچه داشت، این 10 ساله شده، قریب 10 ساله بگیم شده، خواستگاریش میگم عادتا همین خیلی بود رنگی ما که بعضی وقت 1 سال 2 سال تا فاتحه میستن، یه جور کلم کوی میریم با فاتحهش میکنیم. و مگه اومدن خیلی فاتحهش کردن. عادت عرب همین بود که فاتحه میکردن و در گردن همون دخترک یا چی آویزان میکردن، رنگی ما ختم کننده های مکتبه و یک دانشگاه ها میشه که ختم کننده گفتم مینویسن سرخ، همه خیلی ای چرم میشد دیگه، در گردنش کشول کردن دیگه. هر
ای خونه که بیرون بشه دور آوازان بکرد که توی که مردم دونن که این دخترک در فاتحه با طرفش اگونگه پیزوتی نزنن. میگه روزی حاجت خونه در رمضان میگه میره گیرم در کشال میکنه حاجت خونه میبره تا بر رمضان شه الهداء شاید باشه ده هم خیلی پرنده یا پرنده است که همین ضررش بسیار میرسه که رسول الله گفته ایره در حج بیفته بکشید. همون در استرالیا در جای چی شده بود در اتوموش جنگل سوخته بود که سببش همین رو دونستم که آورده یا لخچه آورده پرت افته جنگل که سوخته و همین کارو میکرده وقتی میسوخته دیگه هم موشو همه چی حشرات میرامده و قپیده خوردن میگرفته همین خیلی ضرر رسان بوده. میگه همین خودش خم میشه این فکر میکنه یگون جانور یگون چیه دیده چرمی سرخ اوست تاگ میگیره میبرشه ای خزوی حاجت میبره میبینه نیست با عادت همیه ده باید یک کسی گناهگار کنیم با همون کسی که اینها گمونی بد کردن همین خادمشون بود همین المرأة السوداء یعنی زنی سیاه پوست بسن همه جمع شدن و گفتن همین دزی دیگه تا گردنی زدن حتی هم زن میگه که به درجه مرا باور نکردن که تمام لباسامو برآوردن حتی ببینید فتحو القبول و دبور حتی میگه هم پیش پس هر دشو بروندن لوچی عریانم کردن تمام جورو تفتیش کردن ای شرم گریه نالم میگه خم در زمین زدم یگان جای رفتن ندارم یا مظلوم میگه ناگهان ایده هم میگم کلمه الله برآمد گفتم ای پروردگارم یگان جایی ندارم تو خودت میدونی خدای من این گناه نکردم یا الله تو پاکی مرا برای همه اعلام که من پاکم من دستم من نکردم این کارو جای رفتن ندارم مجبورم میگم خیلی جمشتگی میگه لوچ عریان میگه همین دستامو حالی پایان نکرده بودم که هم اوور پرنده پرتفت شد اما رو پرتفت دیدن که واقعا این ندست دیده بخشش پرسیدن بعد اخیر گفتم که این کاری که در حق ما کردین هم میخوبیاتون رو بخشید من دیگه استادان نمیدونم خوش میکنم که من رخصت ما رو در حدیثا به نام امی محجنه اومدگی نامی هم زنی سیاه پوست و میگه فکر کردم کجا روم کم کم صدا می اومد آوازه می اومد که در مدینه پیغمبر آخر زمان آمده هجرت کرده گفتم راست همونجا میرم میگم آمدم نزد پیغمبر بزرگوار پیشش گفتم که من ایمان میارم من اسلام میارم من مسلمان میشم و کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله گفتم ایمان آوردم گفتم که یا رسول الله یا خواهش دارم من همین دنیا یگان چی برای ما در کار نیست فقط میخواهم تا روزی که حیات دارم همین جایی که شما خدا رو سبحان رب العالم بگین سجده میکنین دائم همینجا رو تازه و نظافت کنم که شما به حضور دل خدا رو عبادت کنین یا خونه چی من داگه میجا بسازم که همین خونم ده همینجا باشه درباره مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم خونه چی میگه سفارش دو ساختنش همونجا هر صبح میگه همین پیغمبر خدا مسجد مدینه میدرم بوی عطر میکرد بوی همون مثلا عطرهایی که تازه و پاکیزه هر وقت بوی در دماغش میامد در حقش دعا میکرد روزی میگه بیمار شد شبها میگه پیغمبر خفتان خواند و رفت همین پیغمبر عادت داشتن که خفتان میخوندن دیگه روز خورم میرفتن حتی در حدیث بخاری من کردگم که بعد خفتن بسیار نشینین شما برای چی ای بامدوتون میمونین ای نماز تهجدتون میمونین اگر مبادا در مطالعه علم باشید در یک جا صحبت باشد دل باشد خوب فایده ایتون باشد میل نه که بعضی ها رو میبینید تا ساعت 1 و 2 شما در کوچه ها در طربخانه ها یا که در جاهای مخصوص یا اینکه در اینترنت و یوتیوب میشینن بس سحر نه بامداد براشون نه تهجد ضررش ببینید چقدر ضرر داره حضرت میگه شاید همون شبهای طولانی بود همین رنگ زمستان واره خفتون خواندن راست حجره حضرت عایشه در رمضان وقتی حضرت ابوبکر خطیب میگه رفتیم که یک نفر گفت ابوبکر صدیق که همین امی مهجنه مزش نیست بیماره یا خبرش نمیگیری در اومدن میگه خبرش گرفتن دید که بسیار حالاتش ناتو باز آنها رو در گفت که روین گودن نزد اون مهجنه شینین گفت تو سحر گفت او رو نگهبانی کنین شاید اون آبش میگه یا اون چی در کاره او رو گفت خدمت کنین زیرا وای خادم مسجد مایه و اینقدر در نزد خدا قدر داره که خدا خانه خدا رو تازه و تمیز میکنه میگه به خونه‌اش رسیده بود که خبر رسید که ابوبکر صدیق که اون مهجنه دنیا گذاشتن میگه آمدن دیدن ای دنیا گذاشتن در و زنها رو سفارش دادن شستشوش کردن کفنش کردن قبرش کندن تیار کردن بقید و گفتن رسول خدا رو بیدار کنیم یا نکنیم خیلی از اینکه عادی
شب نو خواب رفته، شاید که در خواب و چه خیلی ناراحت نمیکنیم، چون جنازه کردن برده دفنش کردن. سحر شد میگه همه خیل پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم مسجد در آمدن دیدن که او بو نیست، او بوی عطر خوشبوی زیبایی که در مسجد رسول خدا مشام رسول خدا در میرسید راحت میکرد. نماز خواندن سوال کردن، گفتن کومی مهجنه چه حال دارد؟ که ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله دنیا گذشت. چی گفت دنیا گذشتن؟ گفت شب گذشتن. گفت پس چرا گفت منو بیدار نکردین؟ در جنازش اشتراک میکردم. و گفت که یا رسول خدا ما این چیز مهم ندونستیم، شما رو گفتیم که ناراحت نکنیم. گفت چه من ناراحت بشم؟ گفت وای خادم خانه خدای و اینقدر به پروردگار محبوبه که وای خانه خدا رو تازه پاکیزه میکنه، شما ما رو حتما باید بیدار میکرده، جنازش اشتراک میکردم. دیگه با گفت که دلنی الی قبرها، اگه بیا منو پیش قبرش ببریم. گفت قبرش کجا ده؟ آوردن میگه پیش قبرش. رسول خدا میگه با تبرکان جنازه بالای قبر خوردن. اینکه ببینین که ما شاید به مثل همین زن نفرهای زیادی در بین ما میگرده که ما او را نمیشناسیم، نه که الله او را میشناسه. ولی ما از همین میگن که شما کوشش کنین که همون کس نرنجونید، همون کس آزار ندید. ببینید اگرچه روایت ها مثلا در کتاب های و اومدگی تاریخ های تربیوی یک زن میگه فقط خدا رو در خواب دید و بگوی پروردگار و خیابر بر من نمیوی که من ضیافتت کنم، خدمتت کنم. بگو فردا منتظر باش میام. در خواب خدا رو در خواب دیده میشه، مثل مونا نداره. حضرت امام ابو حنیفه 100 بار دیگه، امام محمد هم همین. ای رسول خدا خود چون در حدیث صحیح روایت شده که رأیت الله فی احسن صوره، من شب خدا رو در بهترین نیکوترین صورت در خواب دیدم. خب خلاصه صبح میشه و همه چه از نفقه جمع کرده بوده، مهمون یا قدر میگفته در سرخون تیار میکنه. صبح میشه سر تو بگر نماز عصر قریب یک کس تق تق میکنه، نگاه خیر و خوبی نداره. این برم میگم من یک منتظری مهمونی اهل قدرم، ای درش سرش میکنه. فردا میشه با همه خیلی تیاری میبینه، قریبی نماز شما یک کس می اورم سر میکنه. سیم روز هم میاد تیاری میبینه یا نفر دیگه اورم جواب میده به قهر بچی. با شب یکی پروردگار دوباره در خوابش میاد میگه خدایا ناامدی که گفت من 3 بار آمدم، 3 بار آمدم نه که تو قبول نکردی. در حدیث بخاری که وقتی که بنده های خدا بیمار میشون یا گرسنه میمونن یا محتاج بشون، حتی روز قیامت خداوند میپرسیده، نام هم بندش میگرفته که یا ابن آدم، ای فرزند آدم، مریض تو فلم تعودنی، چرا من بیمار شدم و مرا خبر نگرفتی؟ بحالا بنده میگفته پروردگار انت رب العالمین، تو خدای جهانیان، تو نیازی به بیماری و کسلی و گرسنگی نداری، چگونه تو بیمار شدی؟ و میگه علم تعلم ان فلانا مریض فلم تعوده، آیا یاد داری فلان بیچاره کم بغل همسایت یا خیشت بارت یا رفیقت بیمار شد، چرا خبرگیریش نرفتی؟ یا پولدار و ثروتمند و وظیفه‌دار و انسانی که نیازی به مال دنیا نداره بیمار میشه و بیمارخانه پول مردم میگیره دیگه، که وای احتیاجی به یگان کمک نداره، همه چیزی دنیا رو داره، اما او کم بغل بیچاره احتیاج به خبرگیری تو بود، یا پول یا مال یا داروشو میخریدی یا پول طبیبشو میدادی، نه که خبرش نگرفتی. کن اگر همو رو خبر میگرفتی ما در همو جا بیافتی، رضاگی ما را داره. نسبت گرسنم آمده، نسبت به لباس هم آمده که فلان چرا اگر لباس بپوشیدی ما اعتراضی میشیدم، فلان چرا طعام میدادی ما اعتراضی میشیدیم، یعنی همونجا رضاگی ما را با دست میآورد. یعنی بهترین انسان در نزد پروردگار اون انسان است که خیر و خوبی هاش به مردم زیاد میرسد. بهترین عمل، محبوب ترین عمل در نزد خداش است خرسندی در قلب مسلمان در آوردن، یک مشکلات او را برطرف کردن، قرش از بالای سر او از دوش او گرفته سبک کردن، خب گرسنه را طعام دادن، یا هر مشکلاتی باشد یک همبغل یاردم کردن. که ما کفالت نداریم، شاید بود در یک جایی میافتیم که انا همه خوبی های ما سبب میشه و خداوند ما را از این مشکلات برطرف بسازه. این پیغمبر خودش در حدیثی امام مسلم میفرماید که من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کرب الدنیا والآخره. اگر هر مسلمانی که مشکلات و دشواری را بالای سر یک مسلمان گرفته برطرف کنند، خدا مشکلات و تمام آزار و مشقت از بالای سر او از دنیا و قیامت بر نابود میکنه، برطرف میسازد.
سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. خداوند همین ما و شما رو با این صفات‌های بهترین زندگی و عمل کردن نصیب کنه.